درود به شما دوستای عزیز، خواهرها برادرها، امیدوار هستم همتان خوب و سر حال باشین و یک روز بسیار خوب را آغاز کرده باشین. ما عبید هستم و امروز از کلام خداوند درباره موضوع فیض با شما صحبت میکنم. البته فیض عیسی مسیح که در کتاب مقدس ما درباره از او میخوانیم. خب قبل از اینکه ما درباره موضوع فیض امروز شما صحبت بکنم، میخوایم که معنای لغوی کلمه فیض را بر شما تشریح بکنم که در کتاب مقدس کلمه فیض چی معنا میده. در کتاب مقدس کلمه فیض با معنای بخشش رایگان خدا است که از محبت و مهربانی از او سرچشمه میگیره. یعنی بخشش رایگان خداوند برای انسان ها که از محبت و مهربانی خدا سرچشمه میگیره. خب دوستا، اگر ما بخوایم که فیض عیسی مسیح را یا فیض خداوند را ما شما تشریح بکنیم، البته ما میتونیم که از کتاب مقدس از افسسیان فصل 2 آیه 8 و 9 بخوانیم و در این باره میتونیم که معلومات بگیریم. خب افسسیان فصل 2 آیه 8 و 9 درباره فیض میگه: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. خب دوستا، در اینجا ما شما دیدیم که کتاب مقدس فیض خداوند را چنین تشریح میکنه که یک بخشش رایگان خداوند است به خاطر محبت و مهربانی که خدا نسبت به انسان ها داره و خداوند این بخشش رایگان را از طریق ایمان ما به عیسی مسیح نصیب ما میگردانه. پس این میتونه یک تشریح خلاص و کوتاه فیض خداوند باشه. خب معنای لغویش را هم گفتیم که فیض یعنی بخشش رایگان خداوند که از محبت و مهربانیش سرچشمه میگیره. خب دوستان، ما میم درباره فضایل فیض عیسی مسیح صحبت میکنیم. میبینیم فیض عیسی مسیح در زندگی ما در گذشته چی بوده، امروز چی است و در آینده چی میباشه. به خاطر از اون ما میخوایم که بازم از کتاب مقدس بخوانم و میریم از رومیان فصل 5 از آیه 6 در این باره میخوانیم و میبینیم که فیض عیسی مسیح چی فضایل داره در زندگی ما. اولی که از آیه 6 میخوانیم: پس ملاحظه میکنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم، درست در زمان مناسب مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد. حتی اگر ما انسانهای خوب و پرهیزگار می بودیم، کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا کند. هرچند ممکن است کسی پیدا شود که بخواهد در راه یک انسان خوب و نجیب جانش را فدا کند. اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود این که گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. خب ما شما فیض عیسی مسیح را در زندگی خود میبینیم که در گذشته، یعنی قبل از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم، ما شما گناهکار بودیم و مزد گناه مرگ است و مرگ هم همو کلمه که ما به مرگ روحانی به کار میبریم، کلمه عامیانه‌اش هم دوزخ است. یعنی هم انسانایی که گناهکار هستند اونا به دوزخ میرن، ولی در اینجا عیسی مسیح خداوند آمد و به خاطر ما و شما خود را فدا کرد، خود را قربان کرد تا راه نجات را بر ما و شما باز بکنه و بر ما و شما این بخشش رایگان عرضه بکنه و ما بتانیم از اون مستفید شیم. و همین فیض عیسی مسیح در زندگی ماست. یعنی قبل از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، فیض عیسی مسیح کار میکنه تا ما شما به طرف عیسی مسیح بیاییم، ایمان بیاریم و گناههای ما بخشیده شود و زندگی ابدی را از خداوند ما و شما حاصل کنیم. و امروز فیض عیسی مسیح را چگونه ما و شما در زندگی خود میبینیم؟ خب آیه
9 میگه اگر آن زمان که گناهکار بودیم مسیح با ریختن خون خود این فداکاری را در حق ما کرد، حالا که خدا ما را بیگناه به حساب آورده چی کارهای بزرگتر برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آینده خدا رهایی خواهد بخشید. خب میگه وقتی که ما شما گناهکار بودیم خداوند آمد و با واسطه این فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب ما شما را نجات داد و امروز که ما شما نجات پیدا کردیم خدا میگه کارهای بزرگ دیگه را در زندگی ما انجام میده. او کارها چی میتونه باشه؟ خوبی که ما شما زندگی ابدی داریم، ای که ما شما یک امید حقیقی داریم، ای که ما شما تولد تازه روحانی پیدا کردیم، فرزند خداوند خوانده میشیم و خداوند به مثل یک پدر مهربان روحانی ما است. این همه فضایل و نعمتهای روحانی و برکات روحانی است که خداوند امروز بر ما شما میده و همیشه خداوند با ما هست و خداوند همیشه با ما گوش میده و ما هیچ وقت مورد غضب و خشم خداوند قرار نمیگیریم، چرا که عیسی مسیح قیمت همه گناه ما را پرداخته. محبت کامل عیسی مسیح را ما در فیضش امروز هم ما تجربه میکنیم واقعا، و ای که روی خداوند هر لحظه در زندگی ما هست و ما را هدایت میکنه و با ما صحبت میکنه و ما را به طرف راه خدا پسندانی که خدا از ما میخواهد در او راه باشه میکشانه و ما را قوت و انرژی میده. این همه فضایل و برکات است که امروز با واسطه فیض عیسی مسیح ما شما در زندگی خود تجربه میکنیم. خب در آینده چگونه فیض مسیح ما را میتونه کمک بکنه؟ فضایل فیض عیسی مسیح در آینده چی است؟ خب گفتیم که هنگامی که دشمنان خدا بودیم او با وسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد. پس اکنون که دوستان خدا شدیم و عیسی مسیح هم در قلب ما زندگی میکند، چی برکات عالی و پرشکوه به ما عطا خواهد کرد. حال چقدر از رابطه عالی و جدیدی که با خدا داریم شادیم. اینها هم از برکت وجود خداوند ما عیسی مسیح است که در راه گناهکاران جان خود را فدا کرد تا ما را دوستان خدا سازد. پس در آینده هم ما شما از خشم و غضب خداوند در امان هستیم. یکی و دومی که ما شما با خدا در صلح و آشتی و مصالحه به سر میبریم و هیچ تشویش نداریم از اینکه بعد از مرگ و ما چی اتفاق میفته، زیرا میدانیم که عیسی مسیح برمیگرده و ما با عیسی مسیح یک جا شده و زندگی ابدی را به او سپری میکنیم. پس در گذشته فیض عیسی مسیح گناههای ما را بخشید، امروز هم ما بخشیده هستیم، نجات یافته هستیم و از برکات و نعمات عیسی مسیح بهره مند میشیم و در آینده هم در یک صلح و آشتی کامل با یک امید حقیقی که زندگی ابدی را با عیسی مسیح سپری میکنیم ما شما به سر میبریم. خب چرا ما موضوع دیگه ای است که چرا ما به فیض عیسی مسیح ضرورت داریم؟ اصلا ضرورت به فیض عیسی مسیح چی است؟ خب دنیا را، انسان ها را، ما و شما را چی شده که ما و شما به فیض عیسی مسیح ضرورت داریم؟ چرا ما باید نجات پیدا بکنیم؟ از چی باید ما نجات پیدا بکنیم؟ چرا باید مسیح به خاطر ما خود را فدا میکرد و چرا ما با این بخشش رایگان عیسی مسیح ضرورت داریم؟ خب اگر ما شما بازم از رساله رومیان فصل 3 آیه 23 بخوانیم ما جواب سوال خود را در اینجا پیدا میکنیم و جواب سوال ما ایست، میگه زیرا همه، یعنی همه انسان های دنیا گناه کردن، هیچ کس بیگناه در دنیا وجود نداره و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلال که خدا انتظار دارد نرسیده است. اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم خدا ما را کاملا بیگناه به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناه ما را برداشته است. آمین. پس همه ما شما گناهکار هستیم، در دنیا هیچ کسی نیست که گناهکار نباشه و همگی انسان‌های دنیا مورد قضاوت قرار خواهند گرفت اگر به عیسی مسیح ایمان نیارن. پس به همین خاطر است که ما شما با فیض عیسی مسیح، با بخشش رایگان عیسی مسیح، به این تحفه زیبا و بزرگ ضرورت داریم که بیاییم به عیسی مسیح ایمان بیاریم تا عیسی مسیح گناه ما را ببخشه و ما را زندگی ابدی نصیب ما بکنه و ما نجات پیدا بکنیم و ما فرزند خدا خوانده شویم. پس دوستان ما دیدیم که ما به فیض عیسی مسیح ضرورت داریم و این یک ضرورت حتمی است. خب ما چگونه میتونیم که از فیض عیسی مسیح بهره مند شیم؟ پس چی کنیم که فیض عیسی مسیح را ما شما حاصل کنیم یا به دست بیاریم؟ خب باز ما شما میریم از کتاب مقدس میخوانیم از رساله رومیان فصل 10 آیه 8 تا 13 در این باره میخوانیم تا جواب سوال خود را پیدا بکنیم. خب
آیه 8 میگه فصل 10 رومیان: زیرا نجاتی که از راه ایمان به دست می آید با آسانی در دسترس هر یک از ما قرار دارد و به اندازه قلب و زبان خودمان به ما نزدیک است. ما نیز درباره همین نجات موعظه میکنیم. در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. زیرا با وسیله ایمان قلبی است که شخص رضایت خدا را حاصل میکند و بعد هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را با زبان می آورد، نجات خود را تایید می نماید. خب دوستا، در اینجا ما شما دیدیم که فقط ضرور است که یک شخص به زبان خود اعتراف بکنه که عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده از او است و فقط ضرور است که برای ما لازم است که ما شما در قلب خود به این باور داشته باشیم که واقعا عیسی مسیح امو خداوند ماست، خدایی که صاحب از این نجات است، خدایی که صاحب از این فیض است و عیسی مسیح نجات دهنده ماست، تنها نجات دهنده که میتونه ما شما را از شر گناه های ما و از عذاب آخرت نگاه بکنه. پس ما شما میتونیم فقط با واسطه ایمان آوردن به عیسی مسیح از فیض عیسی مسیح بهره مند شویم و ایمان هم از ما و شما نیست بلکه یک تحفه است از جانب خداوند و ایمان را هم خداوند بر هر شخص میده. امروز خداوند آمده به در قلب های ما شما میکوبه و میگه که شما در قلبتان باز بکنین تا ما در او تحفه ایمان را بکارم. اگر ما در قلب خود را باز بکنیم، خداوند تحفه ایمان را در قلب ما میکاره و توسط همون ایمان است که ما میتونیم عیسی مسیح را خداوند و نجات دهنده خود قبول کنیم و از فیض عیسی مسیح بهره مند شیم. پس ما شما دیدیم دوستا بسیار به سادگی اگر ما خواسته باشیم میتونیم از فیض عیسی مسیح بهره مند شیم، ولی نمیتونیم این را به دست بیاریم توسط اعمال نیک خود و غیره، فقط با واسطه ایمان که ایمان هم یک تحفه است از جانب خداوند. خب و موضوع دیگه را که من میخوایم سر صحبت بکنم او ای است که فیض عیسی مسیح ابدی هست. یک بار که از فیض عیسی مسیح بهره مند شدی، دیگه هیچ چیز و هیچ کس، هیچ شرایط و حالات نمیتونه که فیض عیسی مسیح را از پیش ما تو بگیره. بیاین که بازم در این بار از کتاب مقدس بخوانیم از رساله رومیان فصل 8 از آیه 35، البته بخش دوم آیه 35 من میخوانم تا ببینیم که کلام خداوند در این باره چی میگه. خب فصل 8 رساله رومیان آیه 35 میگه: بنابراین چی اتفاق ممکن است سبب شود که مسیح دیگر ما را محبت نکند و از این محبت کرده که بخشش رایگان را عاید حال ما و شما ساخته؟ چی باعث میشه که مسیح دیگر ما را محبت نکنه و این فیض خود از ما بگیره؟ هیچ چیزه. آیه 36 میگه: هرگز این کار شدنی نیست، زیرا کتاب آسمانی میفرماید که ما باید آماده باشیم تا به خاطر خدا هر آن با مرگ روبرو شویم. ما همچون گوسفندانی هستیم که برای سر بریدن میبرند، اما با وجود تمام اینها پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست، چگونه به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت. زیرا من به یقین میدانم که هیچ چیز نمیتواند محبت مسیح را از ما باز دارد، نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت های جهنم. هیچ یک قدرت چنین کار را ندارند. حوادث امروز و نگرانی های فردا نیز قادر نیستند خلل در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان ها و در عمق اقیانوس ها هیچ موجود نمیتواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده محروم سازد. دوستا، کتاب مقدس برای ما شما واضح میسازه که در زندگی ما شما پستی ها و بلندی های وجود خواهد داشت. زندگی ما شما مسیحی ها پر از پستی ها و بلندی ها می باشه. بعضی وقتا در زندگی ممکن است ما با مشکلات، با پرابلم ها و با مثلا غم ها تا روبرو شیم، یا شاید با شکنجه و آزار و غیره و غیره. و بعضی اوقات هم شاید زندگی ما پر از خوشی و سرور و شادمانی باشه. ولی وقتی ما شما با غم ها و مشکلات روبرو میشیم، به این معنا نیست که عیسی مسیح دیگه ما را محبت نمیکنه و یا ما دیگه از فیض عیسی مسیح بهره مند نمیباشیم، بلکه خداوند میگه این فداکاری های است که در زندگی شما باید به خاطر او فداکاری بزرگی که عیسی مسیح داده شما باید این فداکاری ها را بدین و ما این فداکاری ها را با قدرت خودم نمیتیم، بلکه روح القدس همیشه همراه ما است و ما را انرژی میده و ما را تشویق میکنه. پس دوستا، در این کتاب مقدس برای ما شما گفت که
هیچ چیز در دنیا، نه فرشته ها، هیچ چیز در زمین، در زیر زمین، در اعماق اقیانوس ها، در آسمان، هیچ چیز، خلاصه هیچ کس نمیتونه که ما را از این محبت عیسی مسیح واداره، این محبت را از پیش ما بگیره و ما باعث شود که ما از فیض عیسی مسیح دیگه بهره مند نشیم دوستا. پس دوستای عزیز، فیض عیسی مسیح ابدی است بر ما. یک بار که از این فیض عیسی مسیح ما شما بهره مند شدیم، گناه ما کاملا بخشیده میشه و ما و شما در پوشش و در حفاظت عیسی مسیح قرار میگیریم. عیسی مسیح در پهلوی از او بر ما یک زندگی ابدی میده و ما نجات پیدا میکنیم از گناه خود. امید حقیقی میده بر ما و شما عیسی مسیح و روح خداوند که خود خداوند است در درون ما همیشه وجود می داشته باشه و همیشه ما را هدایت میکنه و قوت و قدرت میده. خب دوستا، این بود پروگرام امروز ما که درباره موضوع فیض صحبت کردیم و یک بار دیگه میخوایم بگوییم که فیض عیسی مسیح معنای لغویش نظر به تعالیم کتاب مقدس بخشش رایگان خدا نسبت به محبت و مهربانی خدا است و همچنان تشریح از او در کتاب مقدس امو بخشش رایگان خداوند است که به خاطر که خدا مهربان است و محبت داره با انسان ها، میخواد که انسان ها را از این بخشش مهربان، از این بخشش رایگان خود بهره مند بسازه در صورتی که انسان به خداوند ایمان بیاره و همچنان فضایل بخشش فیض عیسی مسیح را در زندگی خود در گذشته گفتیم گناه ما را بخشید و امروز همیشه از مثلا از همه خوبی های فیض عیسی مسیح ما بهره مند میشیم. در آینده مورد خشم و غضب خداوند قرار نمیگیریم، بلکه ما شما یک زندگی ابدی داریم، یک امید حقیقی داریم که با خداوند همیشه یک زندگی ابدی را سپری میکنیم. چرا به فیض عیسی مسیح ضرورت داریم؟ به خاطر که همه ما گناهکار هستیم و ضرورت و بخشش عیسی مسیح داریم. چگونه میتونیم از فیض عیسی مسیح بهره مند شویم؟ فقط ضرور است که واقعا و حقیقتا در قلب خود عیسی مسیح را مالک و خداوند و نجات دهنده خود قبول بکنیم و با زبانم به او اعتراف بکنیم، یعنی شهادت بدیم. و موضوع آخر همی که فیض عیسی مسیح ابدی است، هیچ کسی هیچ چیزی او را از ما گرفته نمیتونه. پس دوستا، ما برای شما و برای خود دعا میکنم که ما و شما در فیض عیسی مسیح رشد بکنیم و اگر کدام برادر و خواهر هنوز از فیض عیسی مسیح بهره مند نشده، ما دعا میکنم که روح خداوند در قلب او خواهر و برادر کار بکنه، در قلبش باز بکنه تا او خواهر و او برادر به صدای عیسی مسیح جواب بله بده تا فیض خداوند وارد زندگی شوه و او را از گناهش پاک بسازه و مورد برکت خداوند قرارش بده. تشکر میکنیم دوستا. برنامه ما در اینجا به پایان میرسد تا برنامه بعدی که بازم در حضور شما دوستان با یک مطلب جدید قرار میگیرم. همتان به خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح میسپارم. در فیض عیسی مسیح باشید. آمین.